آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. با ملائک گفت آن دم آدمی را سجده کن، طوق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تا. سوال دیگر، آیا در روز جمعه تبریک کردن ممکن است یا نه؟ البته این مسئله هم چند بار از ما برادرها پرسیدن که بعضی شخصیت میگوید که روز جمعه مبارک یا اینکه نماز جمعه مبارک تبریک کردن روز جمعه را بعضی برادرها معن میکردن. البته تبریک کردن در روز جمعه که بهترین روزها هست که در روایت صحیح آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که افضل الایام یوم الجمعه، بهترین روزها این روز جمعه است، چون که روز جمعه روز عبادت و بندگی است، روزی هست که تمام مسلمان ها جمع میزنند، یعنی در روز جمعه صحبت میشه و موعظه و گفتارها میشه و نماز جماعت مردم میخوانند. بهترین روز است، یعنی روز عبادت و بندگی است. روز جمعه را تبریک کردنش برادران عزیز درست است، چون که در روایت های زیادی آمده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اکثر کارها تبریک میکردند. مثلا یک انسان توی داشت، پیغمبر بزرگوار برای تویش تبریکش میکردن که بارک الله لک و بارک علیک، میگفتن خداوند این توی ترا یا اینکه این ازدواج ترا، این نکاح ترا مبارک گردانه. یا اینکه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شخصیتی که فرزند میافتن اونها برای فرزندش تبریک میکردن. یا اینکه شخصیتی که لباس و چیزی نو میپوشیدن، حتی روزهای عید روایت میکنن که اصحاب پیغمبر همدیگر را یعنی در حق دعا میکردن، تبریک میکردن. از جمع همین روایت ها خلاصه گرفته گفته می شود برادران عزیز که روز جمعه را تبریک کردنش درسته. کلمه تبریک معناش همین است که وقتی میگه که این روز برای شما مبارک باشد یا اینکه خداوند این روز برای شما مبارک گرداند، کلمه مبارک معناش همینه برادر عزیز که خداوند خوبی ها و خوشی ها و برکت همین روز برای شما نصیب گرداند. یعنی این دعا هست در حق هم دیگر، یگان یعنی نادرستی و معنی ندارد. البته بعضی شخصیت هایی که میگویند تبریک کردن بدعت است، آیا از اونها ما سوال میکنیم میپرسیم که برادر عزیز برای این یعنی بدعت گفتن، برای نادرست گفتن، برای حرام گفتن و معن گفتن، آیا یک دلیل بیار، یک روایت بیار که جناب پیغمبر نهی کرده باشه یا معن کرده باشه یا اینکه نادرست گفته باشه؟ و همین خاطر برادران عزیز تبریک کردن روز جمعه یگان ضرری نداره، ان شاء الله که درست است.